دوستان عزیز، قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم که داخل خود قلعه شما نباید دنبال چیزی باشید. ما وارد این قلعه شدیم و دیدیم هر جایی رو که رسیدن شروع کردن به کندن. عزیزان، این جور کارها برای شما صرفا ناامید شدنتون رو به همراه داره و هیچ چی دست شما رو نمیگیره. همراه من بیاید. پژوهشگر علم باستان استاد مهدی. ببینید، شما سازه نگهبان قلعه‌تون رو پیدا کنید. ضلعی که سازه نگهبان رو دارید در این نوع قلعه ها روبروی اون دنبال 3 تا تپه باشید که البته این تپه رو با بیل مکانیکی زدن. یه تپه کنارشه و یه تپه هم دقیقا کنارش که ما میریم توی مسیر و براتون از تپه ها کلیپ رو ضبط میکنم. دوستان عزیز، تپه هایی که خدمتتون عرض کردم 3 تا تپه در کنار هم، یکیش اینه، یکیش اینه و بعدی هم پشت اینه که با بیل روش رو زدن و تخریبش کردن. شهرداری در اسم مادر در سر جنیان از جنیان قرار ببرن و ما میدوانیم که جنیان. آقا، جنیان از گنجیاب ها میترسن. شما چطوری میگید یه کاری طلسم داره و میترسن؟ عزیزم، به خدا اون عزیزی که میره دنبال گنج و دفینه خودش ترسناکترین جن روی کره زمینه. پس این رو قبلا هم گفتیم، طلسم در دفینه یابی وجود نداره. دوستان عزیزم، اگر شما غاری رو داشتید که دهنه اون به شکل عدد 8 بود و پلمپ بود و به سمتی بود که آفتاب طلوع میکنه، یعنی اون دهنه غار، وقتی شما غار رو اینجا دارید باید آفتاب از این طرف طلوع کنه و فاکتور آب رو در کنارش داشتید، بدونید اون غارتون میتونه غار مهمی باشه. البته دیواره اون غار باید سنگی باشه و خاکی نباشه. این پست رو سیف کن، بفرست برای دوستات و پیج منو فالو کن. قرار کلی آموزشات رایگان رو برات توی پیج در اختیارت بذارم. قرار کلی آموزشات رایگان رو برات داخل پیج بذارم. این پست رو لایک کن، سیف کن و برای دوستات بفرست، چون قرار کلی آموزشاتی که به دردت بخوره رو برات رایگان ارائه بدم. دوستان، در خدمتتون هستیم. یک سری توضیحات رو در مورد لایه‌بندی تپه ها و راه ورودی تپه ها خدمتتون ارائه کنم. با من همراه باشید. بگیر، همینجوری که داری میای بگیر. خب ببینید دوستان، شما در علم باستان، خب بگیر تو، همینجوری بگیر. خب دوستان شما فرض کنید که تپه‌ای رو دارید که ارتفاع اون 12 متره و طول تپه 36 متره. شما از سطح زمین، ببینید تپه‌ای که بخواد سازه داشته باشه و معماری داشته باشه، از سطح زمین، یعنی دوباره بگی، قطع کن، دوباره بگی. قسم میخورم که هیچ کس این رو بهت نمیگه و نمیخواد که تو بدونی. اگر چنین تدفینی رو شما در محیطی باستانی و نامی داشتید، میتونه خیلی با ارزش باشه و خیر و برکتی به همراه داشته باشه. همونطور که مشاهده میکنید این تدفین ما دارای دورچین و تعدادی قطعه سنگ تراش خورده و نشست در زیر قطعه سنگ هاست. این کار قطعا به شما خیر میده و کار بسیار با ارزشیه. و نکته مهم دیگه اینه که شما اگر تدفینی رو بخواید داشته باشید که تدفین شما مهم باشه، باید اون قبر شما تک باشه در محدوده و در نزدیکی خودش تا شعاع 100 متری هیچ تدفین دیگه ای وجود نداشته باشه. اگر دفینه نماد رد پا رو میخوای، این پست لازمت میشه. نماد رد پا رو همراه با تعدادی جغن بر روی سطح سنگی صاف و بزرگ داریم. ابتدا باید بررسی کنیم اون 3 جغن گرد که یک مثلث مختلف الاضلاع رو تشکیل میدن بیانگر چه چیزی هستند. اما مسیر رسیدن به هدف شما در نماد رد پا در جهتی است که جغن نزدیک به نماد رد پا نشان میدهد. اگر در آن مسیر تا شعاع 150 متری تپه یا تپوله سنگی، فرونشست زمین یا تک درخت کهنسال وجود داشت، هدف دقیقاً همانجا قرار دارد. اگر مواردی که گفتم در آن مسیر وجود نداشت، جهت مخالف جغن رو بررسی کنید. میلیونر میشی اگر چنین جغن حالت تناسلی زنانه ای رو داخل دره نامی داشتی که در روبروی خودش ورودی و جایگاه پلومی رو داشت که جای پا داره و شما تا پای اون ورودی رو میتونید قدم بردارید و توی ارتفاع 3 متری از صخره اون پلومتون وارد بشید. و اگر شما هم عکسی از جغن آلت تناسلی مردانه یا زنانه داشتید،
میتونید داخل کامنت ها به پیام بدید تا بیام عکسات رو بررسی کنم.